بدان که عجب از جمله کارهای مذموم می باشد و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت 3 چیز مهلک یعنی که هلاک کننده است: بخل، هوای نفس و عجب. و گفت اگر گناه نکنید هم می ترسم برای شما از چیزی که بدتر است از گناه و معصیت و آن عجب است. بدان که از عجب آفتها خیزد. یکی کبر است که خود را از دیگرها بهتر داند و دیگر آن که گناهان خود را به یاد نیاورد. بدان که هر کسی را خداوند نعمت داد چون علم و تفخیف عبادت کردن و غیره باید که از زائل شدن آن بترسد و او را باید که از جانب الهی بداند و به خود فخر نکند که من عبادت میکنم. اصل عجب آن است که به عبادت خود فخر میکند، حالا آن که نمیداند که این عبادت او را خداوند قبول میکند یا نه. باید که انسان هر عبادتی که کند همه اش را از جانب خداوند داند که اگر خداوند انسان را تخفیف ندهد و از پیش خود نمیتواند که عبادت کند و با آن عبادت فخر و عجب کند. قصه از داستان محمد غزالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.